سلام علیکم، خوش اومدید به اپیزود دوم از خودشناسی با تیام. امیدوارم که بتونم خیلی کوتاه‌تر این اپیزود رو پیش ببرم. توی قسمت قبلی راجع به اینکه چرا با خودمون رو بشناسیم، چرا کلا یه خورده حرف زدیم، فهمیدیم که این خودشناسی پس قراره تو موقعیت هایی که استرسان و برای پیشرفت اون خودمون رو توشون قرار میدیم و از اون کامفورت زون خودمون خارج میشیم کمکمون بکنه برای اینکه تصمیم های کارآمدتری بگیریم. یکی میاد میگه که خب آقای برادر، شما که میگی خودمون رو بشناسیم، چجوری خودمون رو بشناسیم؟ من یه تکنیکی دارم خودم براش که اونو به شما میگم، امیدوارم که به دردتون بخوره. اینه که ما خودمون رو از بیرون نگاه کنیم، درست مثل شکستن دیوار چهارم در تئاتر میمونه. ببین توی تئاتر ما تماشاگرها رو داریم و یک صحنه‌ای که 3 دیوار داره. یه دیوار حذف شده و تماشاگرها دارن از خلال اون دیوار شیشه‌ای نامرئی که موجود نیست و فرضیه تئاتر رو نگاه میکنن. هیچ کدوم از بازیگرا کاری به دنیای بیرون و دنیای تماشاگر و مخاطب ندارن و در این حال هیچ کدوم از مخاطبها وارد دنیای قصه نمیشن. اما یه موقع هست که یه بازیگری برمیگرده و با مخاطب ارتباط برقرار میکنه. مثلا یه فیلم ددپول رو دیده باشید، ددپول این کارو میکنه، با دوربین حرف میزنه. یا مهران مدیری قدیم تو پاورچین این کارو میکرد. این بهش میگن شکستن دیوار چهارم. اگه ما بخوایم خودمون رو بشناسیم، باید که، یعنی میتونیم که، حالا بایدی وجود نداره لزوما، این انتخاب منه، این کاری که من میکنم، میتونیم که این دیواره رو بشکنیم و خودمون هم تماشاگر تئاتر زندگی خودمون باشیم به عنوان بازیگرش، هم بازیگرش باشیم. و اینجوری میتونیم بفهمیم که خب اون لحظه این آدمه اگه داره این کار رو میکنه چرا داره این کار میکنه. این ما رو به یک خود آگاهی میرسونه. مثلا شما تصور کنید تصادف کردید، یا مثلا چه میدونم میرید تو پمپ بنزین، ماشین شما که میره جلوی پمپ تعطیلش میکنن، میگن مخزن اومده، میخوایم مثلا منبع کل پمپ بنزین رو پر کنیم. اتفاقای این چنینی، یعنی تمام موقعیت هایی که تو داری تجربه میکنی، توی همشون تو میتونی دیوار چهارم رو بشکنی و خودتو از بیرون ببینی که چه احساسی رو داری تجربه میکنی، چه فکری داری میکنی، چه ادراکی از ماجرا داری، نور چه شکلیه، چه میدونم هوا گرمه سرده، چه تاثیر رو تو داره. و به این میگن خودآگاهی. چرا؟ چون تو اون لحظه، مثلا لحظه الان که من دارم با شما حرف میزنم، حالا من یه خورده عرق کردم، هوا گرمه، تو طبقه دومم، استرس دارم، خیلی چیزای متفاوتی رو دارم تجربه میکنم. اگر اینا رو ثبت بکنم و این موقعیت‌های متوالی که تجربه کردم در طول زندگی رو ثبت کرده باشم تا الان، موقعیت به موقعیت، یه عالمه اطلاعات ذخیره شده در حافظه من که شده مخزن خودشناسی من. یعنی من یه عالمه موقعیت استریوتایپ دارم برای اینکه بهشون رجوع بکنم، برای اینکه تحلیلشون بکنم، برای اینکه خودم رو در خلال اونها بشناسم، از طریق اونها بشناسم و در مورد خودم قضاوت بکنم، خودم رو بهبود ببخشم و از این داستانا. بنابراین بهترین راهی که شما میتونید خودتون رو بشناسید و من میتونم خودم رو بشناسم اینه که توی لحظه حال با خودم باشم، اینجا باشم، توی این نقطه باشم. اگر رنجی بر من مستولی شده، بپذیرمش و زیستش بکنم و برم کوچه پس کوچه هاشو اکتشاف بکنم و بفهمم که چه خبره، چرا من این حالم این شکلیه، چرا امروز دماغم چی شد، دیروز چی شد، موقعیت قبلی چی بود، چه مسیری منو به موقعیت جدید رسوند، موقعیت بعدی چه موقعیتی میتونه باشه. چون میدونید زندگی ما سراسر نقطه و خط، یعنی از اون لحظه‌ای که شروع شده با تمام با ببخشید من توپو خیلی میزنم چون خیلی تون حرف میزنم، با تمام اون کارت هایی که زندگی به ما داده، اون پدر و مادره، اون موقعیت اقتصادیه، اون خانواده، اون خواهر برادره، و با یه عالمه چیزای تغییر ناپذیر و تغییر پذیر توی یه نقطه شروع شده. مثلا برای من 25 مرداد شروع شده در یک سالی، خب توی یک خانواده مشخص، توی یک موقعیت جغرافی، ولی در ادامه هر موقعیتی که من توش قرار گرفتم، مثلا دستم با اتو سوخته، مثلا مدرسه رفتم تغذیه نداشتم، مثلا گرسنه موندم، یا مثلا یکی اومده جیبمو زده، یا مثلا مدادمو دوستم شکونده. اینا هی توی هر روزی که ما زندگی کردیم و هر لحظه‌ای که ما زندگی کردیم
و هر تصمیمی که ما گرفتیم و توی هر موقعیتی که قرار گرفتیم، حالا بعضی از موقعیت‌ها خیلی جدی‌ترن مثل انتخاب رشته دانشگاهی، بعضی موقعیت‌ها هم خیلی ساده‌ترن مثل اینکه ناهار چی بخوریم، توی این ساندویچی فلافل بخوریم یا مثلا همبرگر بخوریم. خب همه این موقعیت‌ها یک نقطه و یه سری خطای این مسیر تصمیم گیری ما و مسیر رسیدن و چی شد که من رسیدم به این ساندویچی که همبرگر سفارش دادم، چی شد که من از این دختر خوشم اومد، چی شد که من از اون پسر خوشم اومد. میدونی دارم راجع به چی حرف میزنم؟ دارم راجع به موقعیت هایی که ما تجربه میکنیم حرف میزنم. وقتی که تو خودت رو میشناسی تو تمام این موقعیت ها و میتونی یه نخ تسبیح از این دونه ها رد بکنی، باعث میشه که توی موقعیت‌های جدیدی که استرسان اصطلاحاً به مرور خیلی 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 قوی تر بشی برای تصمیم‌های کارآمدتری گرفتن. پس نیاز داری که خودتو بتونی به خودت توی اون لحظه آگاه باشی برای اینکه بتونی یک مخزن چقدر دارم تکرارش میکنم؟ نه فهمیدیم دیگه. اوکی. پس حالا من به چه چیزهایی و چه المانهایی در خودم باید آگاه باشم برای اینکه بتونم خودآگاه باشم تو این لحظه و بفهمم. البته الان که شما اینا رو کم کم یاد میگیرید میتونید به موقعیت‌های تاثیرگذار گذشته، چون همه موقعیت یادت نمیاد. مثلا 2 سال پیش اصلا یادت نمیاد تو کدوم رستوران رفتی غذا خوردی که بیای فکر کنی مثلا تو این اما یه سری موقعیت‌ها هستن تاثیرگذارن دیگه. مثلا یه آدمی باهاش وارد رابطه شدی، یه شغلی رو انتخاب کردی، با یکی از تصادف کردی، یه اتفاق عجیب و غریبی افتاده، یه موقعیت جالب، یه نقطه خیلی بزرگ دایره سیدی مثلا. خب توی زندگیت هست. حالا که اینا رو یاد میگیری میتونی برگردی به گذشته، اون موقعیت ها رو هم تحلیل بکنی و این مخزن خودشناسی خودت رو رفته 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 به مرور شکل بدی و نمیدونی چقدر این آگاهی به درد تو میخوره. خیلی زیاد خیلی زیاد. حالا توی اپیزودهای بعدی ما دونه دونه میریم سراغ اینها و راجع به این حرف میزنیم که چه چیزهایی، چه فعل و انفعالاتی در ما داره اتفاق میفته و ما چه چیزهایی رو میتونیم تحلیل بکنیم و میتونیم بفهمیم که چه ویژگی‌هایی اصلا داریم که قابل تحلیلن. یعنی یه سری مکانیزما داریم، یه سری المانا داریم که این المانا به واسطه این مکانیزما تحلیل میشن، پردازش میشن. قرار راجع به همه اینا حرف بزنیم تا اونجایی که من سوادم قد میده و بفهمیم که چه خبره. پس منتظر اپیزود بعدی باشید بچه‌ها. شب خوبی داشته باشین. این دفعه فکر کنم از 14 دقیقه رسیدیم به 8 دقیقه. چه کارش کنیم؟ به نظرتون طولانی ترش کنیم یا کوتاه ترش کنیم؟ و بگیم به نظرتون اون المان ها چیه؟ ببینمتون. آخه چرا یکی باید بشین مثلا تو خوابگاه ویدیو راجع به خود؟ تو اگه خودتو میشناختی بدبخت الان تو خوابگاه نبودی. درست میگم آقا مهدی؟ چی؟